معنی تاجیک را گویند مردم تاجدار. مسکنی تاجیک را گویند مردم کوسا. خانه تاجیک را گویند مردم نوبهار. هستی تاجیک را گویند مردم برد نشکند تا از الف بایی نیاگانم خمار، تا نیابم چشمهای رودکی را نور بار. نشکند تا از الف بایی نیاگانم خمار، تا نیابم چشمهای رودکی را نور بار. تا نسازم زنده هر چیزی که باشد یادگار، من نخوانم خویشتن را تاجیکی با ننگوار. من نخوانم خویشتن را از نژاد تاجدار. نخوانم مثنوی معنوی مولوی، تا نخوانم حرف قرآن با زبان پهلوی، تا نیابد درد ملت در سرودم محتوی. من نخوانم خویشتن را تاجیکی با ننگوار. من نخوانم خویشتن را از نژاد تاجدار. جان تا نآرم من زرافشان و بدخشان را به پیش، تا نآرم من خجند و بخش و ختلان را به پیش، تا به چشمی سر نبینم تاجیکستان را به پیش. من نخوانم خویشتن را تاجیکی با ننگوار. من نخوانم خویشتن را از نژاد تاجدار. من نخوانم خویشتن را از نژاد تاجدار. شامتان بخیر دوستان عزیز تلویزیون سفینه. بازم در خدمت شما هستیم با یک برنامه تازه خاطره ها و در همین برنامه اطرافی یک نفر هنرمند خواهیم گفت که در میان مردم بیشتر بود، در معرکه هایشان، در شادی و خرسندی هایشان و هر جا که او میرفت در همه جا فضا گویا که ایدانه بود، فضای سرور بود، شادی بود، خرسندی بود و او را نام دادا جان قطب‌الدین بود و واقعا هم
یک هنرمندی مردمی بود، یک هنرمندی دوست داشتنی بود و امروزی برنامه‌مون رو دوستان عزتمند بخشیدیم به همین هنرمند زنده‌یاد و در ابتدا بهر ما و شما ترانه اجرا کردن یکی از آفریده‌های استاد را خورشید ابراهیموف، یک هنرمندی شناخته و موفق کشور در ژانر شش مقام. خوش آمدید خورشید. تشکر. خیلی زیبا اجرا کردید. تشکر. سپاسگزار هستیم از دعوتتان و بسیار باعث افتخار و فخر است که در همین برنامه خاطره ها یادی از استادان گذشته و امروزه میکنید و پیوسته ما نیز در جستجو هستیم و در این روز یک به خلاصه آمدیم که اطراف سرود و ایجادیات های همین استاد زنده‌یاد دادا جان قطب‌الدینوف صحبت کنیم، سرود اجرا کنیم. ببینید در حقیقت آهنگ های ایجاد کردند که ماندگار است در حقیقت. بله. امروز فرزندان استاد سرودهایشان را پیوسته زمزمه میکنند. دو نفر فرزندشان دانشمند قطب‌الدینوف و دولتمند قطب‌الدینوف در ساحه صنعت هستند و راهبری انسامبل فلک ولایت سوخت نیز هستند و ما با اون کس همکاری هستیم، رو برادر هستیم، پیوسته از حال یکدیگر خبردار هستیم. بسیار سرودهای هم در وصف تاجیکستان عزیز، هم در وصف عشق و محبت، هم در وصف پدر و مادر بیشتر سرودها داشتند و امروزها از جانب بسیار حافظان نامی این سرودها اجرا کرده می شود و استاد در حقیقت در مقیاس ولایت سوخت بسیار شهرت و یک شهامت خاصه را صاحب بودند، یعنی که با آبروی با عزت بودند، دائما در توی معرکه ها مردم دعوت می‌کردند و در چاره‌بینی ها نیز در برنامه‌های کنسرتی نیز با سرودهای خودشان، با سرودهای کلاسیکی از پارچه ها از شش مقام همراهی فرزندانشان برآمد می‌کردند. بله و واقعا هم در مورد فعالیتشان بگویم سر از سالهای 72 به این سو تا سالهای 2000 از نوارها میبینیم که در میان مردم بودن. ثبت‌های تلویزیونیشون هست که خیلی خوب گفتید که سرودهای کلاسیکی رو اجرا میکردن و بیاید درباره معروفیتشون حرف بزنیم، درباره نفوذشون که در میان مردم تا کدام اندازه نفوذ داشتن. گذشته از اونی که در منطقه سوخت بیشتر در محفل ها بودند گویم، در دیگر منطقه های کشور نیز یک هنرمند شناخته بودند، زیرا که طریق تلویزیون خیلی زیاد ترانه هایشان را نشان میدادند و طبیعی است که با تلویزیون هر هنرمند راه نمی‌یابد. بله. امروزها سرودهای استاد را با نام گلمست با شعر فریدون بسیار معمول و مشهور است. در روزهای خرسندی، در چاره‌بینی ها، در توی معرکه ها بسیار سراینده ها اجرا میکنند. من فکر میکنم میدونید بعضی سرودهایی هستند که از جانب استادان ایجاد شدند لیکن در گوشه خواب هستند. بله. مثلا یک خیش و تبارهای خودشان یا فرزندان خودشان اجرا میکنند، از جانب دیگر ممکن آشنا نیستند با این سرودها، ممکن خبر ندارند از این سرودها، ممکن در فوند رادیویی مثلا این سرودها ثبت نشده است. به گوش مردم یعنی که نرسیده است این سرودها. مقصد و هدفی که از ما همین است که همین سرودها رو دریافت کنیم. من دیروز با فرزندشان نیز طریق تلفنی صحبت داشتم، گفتم بسیار آهنگ‌های بسیار جذاب دارند و مانند گلمست من ببینید درباره تاجیکستان از نژاد تاجدار با متن عالم خان اسمتی، مثل این سرودها دیگر بسیار سرودها دارند. گفتم این سرودها رو حتما به ادوار به نوته گیرید و یک کتابشان رو باید چاپ کنند، برای که آهنگ‌های بسیار جذاب است برای نسل نو است، برای تمام هنرمندان. من فکر میکنم اگر استفاده هم نکنند برای خود یک چیز کشف میکنند حتما. و واقعا هم ببینید هم متن چقدر زیبا، هم موسیقی چقدر زیبا. این از جمله همان ترانه هایی است که در یک گوشه خوابیده است و یا از جمله ترانه های معروف، زیرا من این ترانه رو نشنیدم. این ترانه معمول هم هست، این ترانه رو میخوانند فرزندشان نیز در کنسرتشان به فکرم اگر خطا نکنم خوانده بودند و امروز ما این رو نیت کردیم که اینجا زمزمه کنیم و دیگر سرودی نوبتی با نام گلمست، این هم بسیار سرودی معمول است و میخواهیم اون رو در آینده باز هم با همراهی همین نوازنده های چیره‌دست خوب باز سایقل دهیم و یک ثبت اودیویی خوب هم نیست کردنی نیت داریم در آینده. و در مورد همان ترانه‌ای که خواندید در وصف تاجیکستان، این از جمله همان ترانه‌هایی است که در سالهای بعدی فعالیتشان آفریده شده است، زیرا که ما می‌دانیم که استاد مثلا در دوره‌های گوناگون در کشور ما فعالیت کردند. در نظر داریم در دوره اتحاد شوروی و در دوره تاجیکستان صاحب استقلال. استاد اگر خطا نکنم سال 1950 در مسجد کوهی تولد شدند و بعدا در سن سالگیشان پدرشان، عائله‌شان
به ناحیه جبور رسولوف کوچیده میروند و اونجا به وایه میرسند، مکتب رو ختم میکنن، مکتب صنعتی صادرخان حافظ رو ختم میکنن. یعنی که بعد ادامه تحصیل، کار و فعالیت به صنعت مهر بسته. مثلا استادانشان در اینجا عادل جان نظرف، بسیار از عادل جان نظرف سبق میآموزند و دیگر استادانشان. و این سرود من فکر میکنم ان همین سالهای مثلا 93 94 به فکرم ایجاد شده. ما کمتر همین آخرش رو، بیت آخرش اوجش رو از جانب شاعر ما با موافقه با فرزندانشان با همون شاعر کمتر متن رو دیگرگون کردیم. در ثبت خودشان دیگر خیلی خواندگی هستند. و اینجا در مورد یک ترانه دیگر یادداشت شده گلمست، می شود کمی ترانه رو پیشنهاد کنیم؟ بله چرا نه. این سرود هم یکی از همان سرودهایی است که باید از جانب پیروان و اخلاصمندان خودی استاد دادا جان قطب‌الدینов و دیگر هنرمندانی که میخواهند با ایجادیات استاد شناسایی پیدا کنند، بسیار سرود خوب هم هست، بسیار سرود جذاب هم هست و ما کوشش میکنیم همراه این نوازنده های چیره دستی کنسرواتوری ملی تاجیکستان برای شنونده ها پیشنهاد کنیم. مرحبا. مست و چمن مست و سمن مست و دمن مست، من مستم و جانان بکامی دلی من مست. گل مست و چمن مست و سمن مست و دمن مست، من مستم و جانان بکامی دلی من مست. من مستم و جانان بکامی دلی من مست. مستانه تماشا کنمش با دل شیدا، مستانه تماشا کنمش با دل شیدا. آن غنچه که بشکفت در آغوش چمن مست، آن غنچه که بشکفت در آغوش چمن مست. گل مست و چمن مست و سمن مست و دمن مست، من مستم و جانان بکامی دل من مست. من مستم و جانان بکامی دل من مست. با ساغری هر بوسه که نوشم ز لبانش، هر قطره خونم شود از راه دهن مست. مستی نبود شیر طربناک فریدون، مستی نبود شیر طربناک فریدون. تا نغمه بود مست و نوا مست و سخن مست، تا نغمه بود مست و نوا مست و سخن مست. گل مست و چمن مست و سمن مست و دمن مست، من مستم و جانان بکامی دلی من مست. من مستم و جانان بکامی دلی من مست. استاد از جمله همان هنرمندانی هست که در آفرینش ترانه متنهایش گوناگون بود، یعنی تنها از عشق و محبت نسروید، در همین برابر زیبایی عشق رو خیلی زیبا تجسم کرد، اما در همین برابر درباره فرزند، درباره نصیحت، وطن، مادر، مهر و نازکی های همین حیات طریق ترانه هایشان خیلی زیاد گفتن. درست که ترانه ها رو از شاعران انتخاب کردن، اما در آفرینش موسیقی ها چی نقش دارن؟ خودشان آهنگ ایجاد میکردن. بله این آهنگ ها همه مال خودی استاد دادا جان قطب‌الدینов است و در برابری مثلا سرود و آهنگ های خودشان با سرود های کلاسیکی اجرا میکردن. من در یاد دارم همراهی فرزندانشان سرودهای دوگاه، سهگاه، از شش مقام، چهارگاه و نصرالله، این سرودها را نیز میخواندند، با ضرب های سواره نیز سرودها میخواندند. این چیزها در بایگانی تلویزیون هست، گاه گاه مثلا منظوری تماشابینان میگردونند و بسیار خوب هم میخوانند. ببینید
агар гирем анамин устодон масалан бой муҳаммад ниёзов, маъруф хоҷа баҳодуров, нерё аминов, фазлиддин шаҳобов, шоназар соҳибов, аҳмад буқулов, бобуқул файзуллоев дар баробари бо мусиқии суннатӣ, яъне ки шашмақом сару кор доштанд, тавонистанд суруду оҳангҳои худро пайдо кунанд, яъне ки оҳанг эҷод карда тавонистанд ки инро мардум худаш масалан дар дилу дар дида ҷо кардааст, то имрӯзҳо пурсон мешавад. дар барномаҳои қаблам гуфта будем масалан аз сурудҳои дигари устодо ки такя ба ҳанами пардаҳои шашмақом карданд, яъне ки илҳом гирифтанд, сарчашма аз ҳанами мусиқии суннатӣ гирифтанд, як суруду оҳангҳое бо шеъру матнҳои муосир эҷод карданд ки бисёр мондагор аст. барои ин медонед ин якрӯза, дурӯза, 10 рӯза, 15 рӯза кор нест. атрофи ин шояд ҳар як ҳунарманд солҳо солҳо давутоз кунад, яъне ки ин зиндагии ҳунарманд аст. як сурудам ана ҳамин давоми зиндагии умр аст. барои инро эҷод кардан баъзан вақт мешавад ки аз баҳри бисёр корҳо мегузаред. агар хоҳед ки суруд дар ҳақиқат суруди ҷовидона бошад, яъне ки аз дил эҷод шавад, оҳанге шавад ки ба ягон чиз монанд нашавад, ин хел чиз нест. албатта каму беш монандӣ мешавад, лекин ҳамун чӣ гӯям, ҳамун нуқтаи худро гузошта тавонистанд. масалан ушоқи Самарқанд мегӯем ҳоҷи Абдулазиз Расулов, ё ин ки барлаби дарё биё мегӯем бой Муҳаммад Ниёзов. бубинед дар атрофи ана ҳамин суруд эҷод кардан мумкин аст, не ки мисли барлаби дарё биё дигар эҷод карда намешавад. ин зиндагии ана ҳамун устод бой Муҳаммад Ниёзов ба монанди ҳамин фаъолияту эҷодиёти устод Додаҷони Қутбиддин ҳам ҳамчунин аст. такя кардан ба мусиқии суннатӣ, аз устодони худ омӯхтанд ва ман агар хато накунам он кас бисёр пайравӣ мекарданд ба ҳунарманди маҳбуби Ӯзбекистон Таваккал Қодиров. шояд сурудҳояшонро ҳам иҷро карда бошанд. бале якчанд таронаи ӯзбекӣ ҳам сабт карданд. бале бисёр пайравӣ мекарданд, яъне ки овозашон ҳам бисёр монанд буд. ана ҳамун кашишҳову ана ҳамун лағжишҳову ана ҳамун садоҳои баланд мегирифтанд, бисёр бо Таваккал Қодиров монанд аст. ва имрӯз фарзандонашон низ бисёр дар ҷодаи санъат муваффақ ҳастанд. идомаи ана ҳамин корҳои падари шодравонашонро давом дода истоданд. ман аз ин ифтихор мекунам. бубинед масалан қариб ки дар тамоми оилаҳои устодони зиндаёди мо фарзандонашон, набираҳояшон касбу кори пеш аз ҳама бобои худ, падари худро давом дода истоданд. ин медонед ин анъанаи устод шогирд якеаш ана ҳамин аст. имрӯз мо дар консерваторияи миллии Тоҷикистон тариқи анъанаи устод шогирд ба донишҷӯён сабақ меомӯзонем. зеро моро устодон зеро моро низ устодон дар вақташ чунин тарбия дода буданд. ин зиндагӣ ҳамин аст. як кас ба санъат ишқ мебандад, меҳр мебандад, як кас намедонам ба як соҳаи дигар, як кас ба муҳандисӣ, як кас ба соҳаи молия, як кас дар соҳаи барқ. асос муҳим ана ҳамун завқу алангае ки дар дил доред, роҳи дурусташро пайдо кунед, ҳатман дар зиндагии худ муваффақ хоҳед шуд. ва дар мавриди он гуфтам ки оҳанг аз кис воқеан ҳам эҳсос мешавад ки тарона такя ба жанри шашмақом аст, аммо як каме сабуктар аст. аммо хеле роҳат аст, хеле роҳат ифшо мешаванд ҳамин таронаҳо. шеърҳо зиёд ҳастанд. имрӯзҳо манам баъзан шеърҳоро мегирам, мехоҳам як сурудҳои масалан рақсӣ эҷод кунам, яъне ки коркард кунам, бисёр монанд мешавад ба ин ё он суруди устодон монанд мешавад. лекин ин сурудҳоро бибинед ба ана ҳамин зарби уфаре ки ёзи мо ана ҳамин суруди Гулмастро хондем, ҳамчунин сурудҳо эҷод карда шудааст ки лекин ба якдигар умуман монанд нест. ана инро устод мегӯянд, ана инро мактаб мегӯянд, инро тавонистан дар кор. ин худ аз худ пайдо намешавад. барои ин чӣ мегӯяд, ана ҳамин дар зиндагии мо устоворона қадам мемонем. ин зиндагии ҳаёт таҷриба, ана ҳамин ин устодро мактабашро гӯш мекунед, вай устодро гӯш мекунед, дар оянда барои худатон ана ҳамун чӣ мегӯяд, таҷриба ҳам мешавад ва ҳам ҳунари шумо сайқал меёбад. пеш аз ҳама аз мактабҳои гуногун гӯш карда омӯхта барои худ як чи эҷод карда тавонистан, ана инро ҳунар мегӯн, маҳорат мегӯн, инро тавонистан дар кор. мо дунболи ана ҳамин чиз давон ҳастем. агар муваффақ шуда тавонем, яъне ки писанди шунаванда шуда тавонем, албатта ин хушбахтии мо аст, ифтихори мо аст. хуршед, агар масалан дар ҳоле ки феълан таронаҳои Додаҷон Қутбиддиновро бозхонӣ карда истодаед, ба ин ё он ҳунарманд агар таваҷҷӯҳ кунед ба мисли устод, масалан баробари садо, баробари офаридаҳояшон, ба зиндагиашон, ба характерашон, хусусияташон таваҷҷӯҳ мекунед? барои шумо муҳим ҳаст ки масалан як ҳунарманд чӣ гуна характер дошт, хусусият дошт? аслан не, аслан медонед, ман бисёртар дар синфи шодравон бой Муҳаммад Ниёзов таҳсил кардам. давраи донишҷӯиам ман қариб ки
همه روز در خانه استاد بودم، خودشان ما رو دعوت میکردن. من بابت این سخن گفته میتوانم، زیرا که من به واسطه در صنفی مثلا استاد با محمد نیازی تحصیل میکردم. لیکن درباره استاد دادا جان قطب‌الدینوف من خواستم در برنامه‌های پیش که فرزندانشان رو دعوت کنیم اینجا. اگر بسیار خوب میشد که خودی فرزندانشان این سرودها رو اینجا زمزمه میکردن، با نوران علانور میشد. لیکن بابا خواهش کردن که ما با کار و زندگی بند هستیم، ما باوری داریم که شما از عهده همین کار برآمده میتوانید. من چرا این سوال رو دادم؟ زیرا که هنگامی که نوارهایشان رو میبینیم در معرکه ها میبینیم برابر اونه که خیلی آرام طبیعت مینمویند، ولی میبینیم که بین مردم شوخی های زیاد هم میکنن. بله. از همون نوارهایشان هم من بسیار تر دیدم، مثلا از برآمدهایشان. گرچه اون وقتا ما کودک بودیم، مایده بودیم، لیکن امروز هم از فرزندانشان هنگامی واخوری در این یا آن چاره بینی بابتی مثلا این یا آن سرودشان هم صحبت میشویم، باز خوبتر و بهتر همون اهل عائلهشان از ما نقص‌تر میدونن. برای ما بسنده است از همین ایجادیاتشان استفاده کردن، برای نسل امروز رسانیدن. در برابر سر و کار گرفتن با موسیقی سنتی من بسیار خودم خواهشمند هستم که همین استادان گوناگون منطقه کشور عزیزمان رو ایجادیاتشان رو از خود کنم تا اندازه. البته همه این رو از خود کردن ناممکن است، زیرا که بسیار سرودها میدونید زیاده از چند سرود شده میرود. اگر 2 سرود، 3 سرود، 4 سرودی هم اگر تیار کنیم برای خود ما بسیار یک منفعت خوب دارد، تجربه خوب می شود. و از طرف دیگر خوب می شود که معلومات درباره همین گونه هنرمندان، استادان در عالم مجازی زیاد شود. این رو برای نسل آینده میگوییم و آنها بدونن که مثلا در گذشته چگونه هنرمندانی داشتیم، صحنه های ما رو چگونه ستاره ها درخشان میکردن و معلومات درباره اشون باشد، درباره موسیقی اشون باشد. زیرا که ما مثلا نسلی که حال ما هستیم تنها تاریخ همین دنیای مجازی و تاریخ همون ثبت هایی که در خزینه تلویزیون ثبت شده است معلومات میگیریم. و همیگونه ما باز یک هنرمند دیگری داریم به عنوان حسین نصرالدین، یک هنرمند خیلی معروف است، یک هنرمند شناخته است، صاحب مهارت است و احسن و خوش به حالمون که همیگونه یک هنرمند دیگر هم داریم همینطور نه؟ بله چرا نه. ببینید این استادان در برابر ایجادیات ها و آفریده هایشان در بین مردم بسیار شناخته بودند و مردم پیوسته طلب میکردند که اینها باید هنرنمایی کنند، در توی معرکه هاشون باشد، در چهاره‌بینی ها باشند، در برنامه ها باشد، با این پیوسته زمزمه کنند. استاد زنده‌یاد حسین نصرالدین نیز یکی از همین استادانی هستند که مثلا در وادی حصار بسیار شهرتیار بودند. عموما در رادیو یک چند سرودهاشون محفوظ است، در فوند طلایی که ثبت شده است. یک سرود ایجاد کردند که مثل همون گفته های بالا در حقیقت ماندگار است. شعر بسیار است، لیکن همون شعری که آهنگ دارد، آهنگش را یافته میتوانید، این هم باز هم همین تجربه است. این باز هم درسی حیات است. نه به هر کس میسر می شود، وگرنه مثلا همه صنعتکار میشد، همه هنرمند میشد، همه نوازنده میشد، همه سراینده میشد. حسین نصرالدین نیز از جمله همین استادانی هستند که در جاده صنعت موفق شده توانستند و سبک و اسلوب خاصه خود با همون لحن گوارای خود یک چند سرودهای آفریدند که در کنسرواتوار ما پیوسته به شاگردان از فعالیت و ایجادیات همین استادان زنده‌یاد حرف میزنیم و امروز ببینید این سرودهایی که اجرا کردیم من باوری دارم که در آینده از این باز شاگردان و پیروان از این وسیله استفاده میکنند، از این سرودها از نزدیک با شناسایی پیدا میکنند، مثلا باز جستجو میکنند، خودی ثبت های همین استادان خوانده را دریافت کرده برای خود یک خلاصه میبرند. بیاید در اول یک ترانه اشون رو بازخوانی کنیم و بعدا صحبت رو ادامه دهیم. خب ما و مجنون هم سفر بودیم در دشت جنون، ما و مجنون هم سفر بودیم در دشتی جنون.
او به مقصدها رسید و ما هنوز آواره‌ایم. ما هنوز آواره‌ایم. بس عجایب فتنه ها جانا به کارم میبری. بس عجایب فتنه ها جانا به کارم میبری. خاطرم آسوده میسازی قرارم میبری. خاطرم آسوده میسازی قرارم میبری. چند با یادی رخت امیدوارم میکنی. چند خوابی منزی چشمی انتظارم میبری. چند خوابی منزی چشمی انتظارم میبری. عشقت گشتم ای نازنین. غرق بر دریای عشقت گشتم ای نازنین. آرزومندم که روزی بر کنارم میبری. آرزومندم که روزی بر کنارم میبری. از توی بادی صبا خواهم دمی کی بگذری. التماسم را بیاری گلوزارم میبری. گلوزارم میبری. وقت گفتا صابر از چی بیقراری گفتمش. وقت گفتا صابر از چی بیقراری گفتمش. زان که امشب نزد شوخی بیقرارم میبری. زان که امشب نزد شوخی بیقرارم میبری. گلعذارم میبری. جانا به کارم میبری. مشاهدین عزیز، منظور شماست برنامه خاطره ها و در برنامه ما امروز قرار دارد هنرمندی شش مقام سرای کشور خورشید ابراهیموف و بهر شما عین حال ترانه بازخوانی کردن از مجموعه آفریده های حسین نصرالدین. واقعا هم یک هنرمندی که بیشتر در منطقه حصار
نفوذ و محبوبیت داشتند چون در همین منطقه با مردم نزدیکتر بودند، در محفل ها بیشتر بودند. و میگویند که مردم همین منطقه با حسین نصرالدین با چشم همچون یک نه تنها یک هنرمند، یک دانشمند نظر می افکنند، زیرا که میگویند که ادبیات رو خیلی زیاد دوست می داشته است. میگوید در برابر اون که در محفل ها که می نشستند ترانه می خواندند، هر گونه حکایه های پندآمیز خیلی زیاد نقل می کردند. من شنیده بودم که اون کس در مکتب میانه نیست از فن زبان ادبیات درس میگفتن به شاگردان و من یادم هست در یک توی بود سالهای پیش در حصار وا خورده بودیم، از نزدیک با استاد هم صحبت شده بودیم و بسیار یک با همون خاکساری و زمینیشان و در بین مردم صحبت کردند. بسیار ما رو نیز تعریف و توصیف نیز کردند، پند و نصیحت های شاگردانه نیز دادن، یک چند نصیحت ها نیز دادن و یک دو سه سرود نیز اونجا زمزمه کردند که در یادم مانده است. با برابری هنرمندی معروف بودن، در حقیقت شخصی زمینی بودن، خاکسار بودن. ببینید یک چند سرودهای ایجاد کردند، ما امروز یک سرودشان رو تنها زمزمه کردیم. من به یک خلاصه آمدم که هر یک کسی جستجو میکند چنی موافقی صدای خود، موافقی دلخواست خود سرود و آهنگ پیدا کرده میتواند. وای را لیکن از نوع احیا کردن، در بین مردم شناسایی کردن، معرفی کردن، این هم هنر است. این رو مثلا امروز ما زمزمه میکنیم، فردا دیگر یک نفر دیگر. ببینید با همین چیز این سرودها از نو زنده میشوند، احیا میشوند. این سرودها رو بیدارخوابی ها کشیدن، این استادا ایجاد کردن، در وقتش مردم میشنیدن، گوش میکردن. تا حاضر نیست مردم از این سرودها پیوسته من باوری دارم پرسا میشوند. در حقیقت سرودهایی هست که این هیچگاه به دلی کس خستگی رو نمی آورد. برعکس میخواهید که این سرودها رو پیوسته گوش کنید. با این سرودها کمال یافتن، تربیت یافتن، این همه پند و نصیحت است. عشق از زندگی است، دوست داشتن وطن است، مهر و محبت است. این سرودی میبری رو نیست. ببینید در سرش ما کمتر نوآوری کردیم، یعنی که با دید خودمون یک 4 مصرع شعر رو وارد کردیم به این سرود و اوجش رو کمتر باز دیگرگون کردیم. در به نزدیکی در فوند طلایی رادیو نیست این سرود رو همراه نوازنده های چیره‌دستی انسمبلی شش مقام ثبت کردیم و فکر میکنم با همین جستجویی ها، با همین مثلا تکاپویی ها، با همین دعوادعوی ها ما در آینده یک سبک و اسلوب، یک مکتب خاصه خود رو پیدا کرده میتوانیم. زیرا استادان گذشته ما نیست با همین طور به همین وایه رسیدن، به همین درجه رسیدن، مکتب و اسلوب خاصی خود رو پیدا کردن. بله، نه اکثر هنرمندان در گذشته تلاش معروفیت را میکردند. هدف آنها این بود که همان زمان بر روح و روان انسان ها یک تاثیر خوب گذارند. تلاش نمیکردند که شناخته باشند، تلاش نمیکردند که بالاگذار باشند. هم برای ذوق خود هم برای ذوق مردم میخوانند. از همین لحاظ است که زیادتر معروف نمیشدند بعضی از هنرمندان و حسین نصرالدین نیز از جمله همان هنرمندانی است که شاید برای معروفیت چندان تلاش نداشت. از همین لحاظ است که شاید ترانه‌هایشان ماندن، بازخوانی نشده. من اگر خطا نکنم یک دو برنامه قبل پیشتر در برنامه خاطره ها یک نفر از شهر حصار اینجا هنرنمایی کردند و به واسطه سرود و آهنگ‌های استاد حسین نصرالدین رو زمزمه کردن. در حقیقت ببینید آواز همچنان مانند با همون اسلوب خیلی که استاد میخواندن همچنین سراییدن. ما البته این رو کردن نمیتوانیم، در حقیقت پیرو بودند. این خیلی میشود انا همین مکتب استاد شاگرد است، انا همین مکتب رو دوام دادن. ببینید این قدر استادان رو ما نامبر کردیم، چون در برنامه امروز ما اطراف سرودهای دادا جان قطب‌الدین و استاد حسین نصرالدین صحبت میکنیم. مثل این استادا دیگر استادانی هستند که در حقیقت سرودهای ایجاد کردهشان زیاده از 50 100 مثلا زیاده است. کتاب‌های خود رو دارند. همه این رو مثلا آموخته برای شاگردان. آموزگار پیش از همه از این چیزا باید با خبر باشد. آموزگاری که در مکتب مثلا در دانشگاه‌های موسیقی، مثلا در کالج‌های موسیقی، در نمیدونم انسمبل‌ها کار و فعالیت دارد، از این چیزا با خبر باشد، برای شاگردان خود یاد دهد، بهره‌ور میشود. البته باز یک سرودی نو پیدا کرده میتوان. هدف نیز همین است، یک چهره، یک مهارت تنها در نتیجه جستجو کردن، در نتیجه تحقیقات ها، در نتیجه از بر کردن تجربه این یا آن استاد به کمال میرسد. محض همین استادا هستند، خاطره آنها است که مثلا یک نسل نورس را تربیت میکند، به کمال میرساند، به صحنه میبرد، یک راهنمای خوب میشود و
واقعا هم خوش به حال ما که همین گونه استادان داشتیم. مهم این که همین استادان از خاطره ها از ذهن ما فراموش نشود و بگذار که ترانه های آنها ماندگار باشند، زیرا که نسل کلانسال ما به خوبی این ترانه ها را میدونند و شاید در خانه هایشان همین ثبت ها رو دارند که گوش میکنند. اما برای ما مهم است که نسل من بعد، نسل ما، نسل همسال ما و نسل های بعدی ما زیر نوای همین گونه ترانه ها به وی رسند. و خیلی خوب گفتید که یک نسل کامل حقوق خواهند شد. و تشکر برای شما، تشکر به مطربان که امروز واقعا هم تلاش کردن، صمیمی نواختن. ما هرچند که در کار بودیم ولی کاری راحت بود. براستی نفهمیدیم که وقت هم چگونه گذشت. تشکر برای شما، برای اشتراکتان. سلامت باشید. و دوستان عزیزمند یادرس میکنیم که این برنامه خاطره ها بود و امروز در مهمانی ما قرار داشتن خورشید ابراهیموف، یک نفر از هنرمندان موفق کشورمان در ژانر شش مقام و چندی از بزرگان صنعت را یاد آوردیم و خواهان اونیم که بگذار که صدای همین گونه بزرگان، ترانه های آنها همیشه در خاندان ما صدا بدهند. خیر عزیزان.